سلام رفقا، من علیرضا ربانی هستم و در این ویدیو در ابتدا عملکرد دستگاه CNC رو برای شما تشریح و در ادامه انواع اونها رو بهتون معرفی میکنم. تا انتهای ویدیو همراه من باشید. احتمالاً توی چند سال گذشته بیشتر از هر زمان دیگه‌ای واژه CNC به گوش شما خورده باشه و این اتفاق ممکنه توی صنعت ساختمان، تراشکاری، حوزه چوب یا حوزه خم ورق و برش ورق رخ داده باشه. در نتیجه عبارت CNC و مجموعه دستگاه CNC مختص یک فرایند و یک هیته کاری نیستند. عبارت و واژه CNC مختصر شده سه کلمه کامپیوتر نومریکال کنترلر هست، به معنای کنترل عددی کامپیوتری. توی فرایند CNC ما با استفاده از یک کامپیوتر تمامی عملکردها و فرآیندهای کاری یک دستگاه یا ماشین ابزار رو کنترل می‌کنیم و با واسطه اون کامپیوتر دستگاه رو اداره می‌کنیم. در عمل فرایند و عملکرد CNC با استفاده از این کامپیوتر و در ادامه با استفاده از درایورها و استپر موتورها و سرو موتورها تمامی محورهای دستگاه رو کنترل میکنه و تمامی فرآیندهایی که یک دستگاه انجام میده، برای مثال توی این دستگاه که یک دستگاه تراش CNC است، عملکردهای اهم از گردش سه نظام، حرکت محورهای X و Z، تعویض ابزار و تمامی پروسه ماشینکاری ما با استفاده از همین کامپیوتر طی میشه و انجام میشه و در تمامی دستگاه ها هم به همین شکل است. عملکرد یک کامپیوتر، درایورها و سرو موتورها و استپر موتورها هستند که دستگاه رو کنترل میکنن. این که CNC ها به این سرعت توی بازار گسترش پیدا کردن و عمومی شدن به چند تا عامل بستگی داره. اولین اونها اینه که ما توی فرآیندهای سنتی و منوال همیشه نیاز داشتیم به انجام کار توسط اپراتور. همیشه به یک اپراتور احتیاج داشتیم. اپراتور با توجه به نیروی انسانی یک محدودیت و لیمیت خاص زمانی داره. بیشتر از اون مقدار رو نمیتونه برای ما کار کنه و محدودیت داریم. اگر بخوایم از یک دستگاه به صورت تمام وقت کار بکشیم و استفاده کنیم، نیاز داریم به چند تا نیروی کار که توی سیکل‌های زمانی متنوع برای ما کار کنن و محصول ما رو تولید کنن. اما توی این دستگاه به این علت که تمامی عملکردها با استفاده از این سیستم هوشمند انجام میشه، دیگه نیاز و محدودیتی از بابت اپراتور نداریم و بخش اعظم کار توسط ماشین به صورت هوشمند انجام میشه. نهایت یک اپراتور برای نظارت نیاز خواهیم داشت. موضوع دومی که روی این ماجرا تاثیرگذار بود دقت بود. ما توی فرآیندهای کاری یه دقت و محدوده تلرانس خاصی داریم. توی فرآیندهای دستی با توجه به اینکه توسط اپراتور انجام میشد همیشه یه میزان خطایی بود. ممکن بود در اثر خستگی اپراتور قطعات ما معیوب تولید بشن. اما توی فرآیندهای CNC به این دلیل که با استفاده از انکودرها و کنترلرهای متنوع داره فرآیند ما چک میشه و بررسی میشه، درصد خطا به میزان بسیار زیادی کاهش پیدا میکنه و محصول با کیفیت تری در خروجی به ما تحویل میده. موضوع سوم پیچیدگی قطعات بود. ما توی فرآیندهای سنتی و منوال به دلیل دخیل بودن اپراتور از یک سری پیچیدگی ها فراتر رو نمیتونستیم انجام بدیم. بعضی از قطعات رو به دلیل پیچیدگی نمیتونستیم انجام بدیم یا با اون کیفیت مطلوب و مد نظر نمیتونستیم تولید کنیم. اما تو این دستگاه به دلیل استفاده از سرو موتورها و کامپیوتر تمامی این عملکردها به راحتی برای ما انجام میشه و ما هر نوع قطعی با هر نوع پیچیدگی رو میتونیم با این دستگاه ها تولید کنیم. و اما مورد آخر که میشه به عنوان اصلی ترین موضوع بهش اشاره کرد، تولید انبوه و تیراژ. توی سه تا مسئله قبلی، نیروی انسانی، دقت و پیچیدگی، ما به هر طریقی بود میتونستیم مشکلمون رو رفع کنیم و نیازمون رو برطرف کنیم. اما زمانی که صحبت از تولید انبوه میشه، برای مثال ما اگر بخوایم یک قطعه رو روی دستگاه تراش و یک دستگاه منوال تولید کنیم، ممکنه 1 ساعت و 10 دقیقه برای مثال زمان صرف کنیم برای طی شدن پروسه تولید اون. برای قطعه دوم به این علت که تمامی ابزارهای ما آماده شده، ممکنه این زمان به 55 دقیقه کاهش پیدا کنه، 15 دقیقه کاهش. نمونه سوم قطعه به این علت که اپراتور چند مرحله پروسه رو طی کرده، تسلطش بیشتر شده، ممکنه به مدت 50 دقیقه یا 48 دقیقه کاهش پیدا کنه. اما این 48 و 50 دقیقه مینیمم زمانیه که ما میتونیم خروجی داشته باشیم. به هیچ وجه کمتر از این زمان برای ما ممکن نیست. هر چقدر هم این پروسه طی بشه، حتی ممکن از یه جایی به بعد به دلیل خستگی اپراتور این زمان دوباره رشد کنه و به سمت بالا بره.
اما توی دستگاه CNC به هیچ وجه اینطور نیست. ممکنه پروسه تولید یک قطعه که توی تراش دستی 1 ساعت و 10 دقیقه بوده یا نهایتاً 50 دقیقه، اینجا توی مدت 5 تا 6 دقیقه طی بشه. اما این 5 تا 6 دقیقه به این معنی نیست که از لحظه آغاز کار با دستگاه شما بتونید این مدت زمان رو داشته باشید. توی دستگاه CNC ما برای آماده سازی دستگاه و طی شدن پروسه حداقل 3 تا 4 ساعت زمان نیاز داریم که برنامه نویسی کنیم، دستگاه رو آماده کنیم، قطعه رو تعریف کنیم، ابزارها رو ببندیم و 3 تا 4 ساعت ممکنه زمان صرف طی شدن پروسه برای تولید قطعه اول بشه. اما قطعه بعدی 5 دقیقه، قطعه بعدی 5 دقیقه، 100,000 قطعه هم که تولید کنید مدت زمان نهایت همین 5 دقیقه هست. اما توی تراش دستی به این شکل نبود. مدت زمان همون 50 دقیقه میمونه و به هیچ وجه کمتر از اون مقدار نمیتونیم خروجی بگیریم. توی دستگاه CNC فوق‌العاده تولید ما بالا میره، سرعت تولیدمون بالا میره، دقتمون به همین شکل بالا میره، پیچیدگی رو میتونیم بزنیم و اینها تمامی عواملی بودن که روی گسترش CNC ها توی بازار کار مؤثر بودن و به نوعی باعث رونق پیدا کردن اون شد. و حالا بریم سراغ معرفی انواع دستگاه CNC، لااقل اونهایی که توی بازار عمومیت دارن و شناخته تر شده هستن. اگر از همین دستگاهی که اینجا هست شروع کنیم، یک دستگاه تراش CNC که تمامی فرآیندهایی که ما با تراش منوال میتونستیم انجام بدیم رو با این دستگاه هم میتونیم انجام بدیم و طی کنیم. نمونه بعدی که توی حوزه تراشکاری دستگاه CNC هستن، دستگاه‌های فرز CNC هستن. خارج بشیم و بریم سمت حوزه برش، بسته به نوع و جنس متریال ما انواع دستگاه‌های برش رو داریم. توی حوزه فلز و فولاد ما دستگاه‌های هوابرش CNC رو داریم، دستگاه‌های پلاسمای CNC رو داریم، دستگاه‌های لیزر CNC رو داریم، دستگاه‌های واترجت CNC رو داریم که دستگاه‌های واترجت معطوف به یک فلز یا ماده خاص نمیشن و تمامی متریال‌ها رو میتونن برای ما برش بدن. دستگاه‌های واترجت به معنای دستگاه‌های برش به وسیله آب هستن. توی حوزه چوب ما مجدد نمونه‌های دستگاه فرز CNC رو داریم. توی حوزه تزریق پلاستیک دستگاه CNC هستن. توی حوزه دایکست و تزریق آلومینیوم تحت فشار هم به همین شکل. دستگاه پرینتر سه‌بعدی هم زیر شاخه همین مجموعه هستن که به دستگاه ساخت افزایشی معروف هستن و شناخته میشن. و علاوه بر اون یک حوزه صنعت که بعد از ورود و ظهور CNC ها ایجاد شدن و شناخته شدن، حوزه EDM که حالا باز دستگاه اسپارک، دستگاه وایرکات، دستگاه سوپر دریل توی زیر شاخه این حوزه قرار میگیرن که بیشتر توی حوزه قالب سازی و برای فلزات استفاده میشن. تقریبا اکثر فرآیندهایی که گفتم در ابتدا به صورت منوال استفاده میشدن و بعد از ورود CNC ها به شکل CNC گسترش پیدا کردن. و خب اینم بود یه لیست تقریبا جامع از دستگاهایی که بیشتر شناخته شدن توی بازار. و حالا که یک سری از کلیات در مورد عملکرد و انواع دستگاه CNC میدونیم، بریم سراغ کنترلرها و شیوه کار اون. کنترلرهای دستگاه CNC به وسیله یک سری از کدها، دستورالعملها و مختصات فرآیندهای ما رو طی میکنن. توی دستگاهی که محیط سه‌بعدی دارن مثل دستگاه تراش و فرز، به این شکل هست که ما در ابتدا باید کد رو به دستگاه بدیم، دستگاه اون کد رو پردازش کنه و پروسه ما رو طی کنه. اما توی بعضی از دستگاه مثل دستگاه‌های برش که دو بعدی عمل میکنن و یک مقطع شیت مانند و تخت رو برای ما برشکاری انجام میدن، به این شکل نیست که ما نیاز باشه کدی به دستگاه بدیم. دستگاه نقشه ما رو میخونه، ما نقشه رو تحت عنوان فایل DXF به دستگاه میدیم و دستگاه خودش پردازش میکنه و مسیرهای برش ما رو تبدیل به فرمان میکنه و پروسه رو طی میکنه. برگردیم به نمونه اول که دستگاهی هستن که ما باید کد رو به اون تحویل بدیم. به صورت کلی توی فرآیند CNC ما یک سری کد داریم که اهم از G کدها، M کدها و مختصات جغرافیایی هستند که ما میتونیم این کد رو به دو شیوه تولید و در اختیار ماشین قرار بدیم. شیوه اول که عمومیت داره و برای قطعات ساده و پیچیدگی کم استفاده میشه، شیوه برنامه‌نویسی دستیه. به این شکل که ما یک صفحه نوت رو باز میکنیم، به صورت دستی کدمون رو مینویسیم و بعد از اون فایل رو با پسوند نوت یا با خیلی از پسوندهای دیگه ذخیره سازی میکنیم و از طریق این پورت ها به کامپیوتر دستگاه وارد میکنیم و ادامه پروسه رو طی میکنیم. اما شیوه دوم که خیلی تخصصی تره و برای کارهای پیچیده تر استفاده میشه، شیوه کد کمه.
کد کم به معنای نرم افزارهای کامپیوتر ایدد مانیفکتورینگ و کامپیوتر ایدد دیزاین هستش که عمومی ترینشون رو براتون بخوام نام ببرم کتیا، مستر کم، سالید ورک و اینها هستن که توی بازار شناخته شدن. حالا این چی کار میکنه برای ما؟ ما در ابتدا یک المان و یک قطعه‌ای که میخوایم توی دستگاه CNC ماشین کاری کنیم توی نرم افزارهای کد طراحیش میکنیم. توی محیط نرم افزارهای کد طراحی میکنیم، تمام اندازه‌گذاری ها رو انجام میدیم و فایل تولیدی و نقشه تولیدی که قطعه سه‌بعدی ما هستش رو از محیط کد به محیط کم وارد میکنیم و اونجا شروع میکنیم به شبیه سازی فرایند ماشینکاریمون. شبیه سازی فرآیند ماشینکاری به چه معنی؟ به این معنی هستش که ما ابزارالاتمون رو تعریف میکنیم، قطع کار خاممون رو تعریف میکنیم، قطع کار نهایی و مد نظرمون رو تعریف میکنیم که نقشش رو توی محیط کد طراحی کردیم، وارد اون محیط میکنیم و تعریف میکنیم تمامی این المان ها، پارامترهای برشی رو که تعیین کردیم برای نرم افزار ما شروع میکنه به شبیه سازی فرایند ماشینکاری که قراره در این دستگاه سپری بشه و تمام پروسه رو شبیه سازی میکنه. بعد از این شبیه سازی تمامی فرمانهای مورد نیاز برای دستگاه رو برای ما تولید و توی یک فایل فشرده به ما تحویل میده. پس چی شد؟ ما توی پروسه اول کد رو به صورت دستی برای دستگاه تایپ میکردیم و مینوشتیم و وارد دستگاه میکردیم، اما توی سری دوم که تحت عنوان کد کم شناخته میشه ما تمام پروسه، تمام قطعات، مراحل رو به صورت شبیه سازی طی میکنیم و بعد از اون فایل خروجی رو تحویل میگیریم، فایل مد نظرمون رو تحویل میگیریم و از طریق این پورت ها به دستگاه وارد میکنیم و مجدد ادامه این مسیر. پس این شد پروسه ساخت دستورالعمل ها یا ساخت برنامه برای دستگاه های CNC. همونطور که از تایتل ویدیو خوندید، توی این ویدیو ما در مورد عملکرد خاص دستگاه تراش CNC صحبت نمی کنیم، داریم در مورد کلیه ماشین ابزارهای CNC صحبت میکنیم و تا به اینجای کار هم کنترلر رو متوجه شدید که به چه شیوه کار میکنه. از دیگه مسائلی که میشه توی این دستگاه بهش اشاره کرد، ما کیبوردی داریم که مختص کنترلره، کلیدهایی رو داریم که مختص کنترل محیط مکانیکی دستگاه هستن، یک ورنیه داریم برای جابجایی دستی محورها، کلید استارت کردن برنامه رو داریم، یک سری ولوم کنترل کننده برای دور اسپیندل و حرکت‌های پیشروی محورهامون داریم، علاوه بر اون کلید خاموش و روشن پاور داریم، یک کلید برق ورودی داریم و یک کلید امرجنسی استاپ رو داریم. این هم برای اینکه اطلاعات عمومی بدونید، این کلید توی تمامی ماشین ابزارهای CNC و همینطور توی ماشین ابزارهای منوال و سنتی هستش و کاربردش برای مواقعی هست که ما به هر دلیل دچار خطر شدیم، ممکنه اتفاق ناگواری افتاده باشه، ممکنه تصادفی رخ داده باشه، با زدن این کلید فرایند کاری دستگاه ما تماما متوقف میشه و محورها رو توی این دستگاه مثلا قفل میکنه یا ممکنه توی دستگاه برش باشه و پروسه برش رو متوقف کنه برای ما و به عنوان کلید امرجنسی استاپ یا استاپ قارچی توی بازار شناخته میشه و با یک ربع دور در جهت ساعتگرد آزاد میکنه و از وضعیت قفل در میاد. پس این هم شد یک نکته ایمنی در مواقع اضطرار. حالا شاید شما در مورد یک دستگاه اطلاعات نداشته باشید که اون دستگاه عمل کردش چیه، اما به موقع حادثه که پیش میاد با زدن این کلید میتونید یک مرحله حالا پیشگیری کنید یا پروسه رو متوقف کنید. و این هم شد صحبت پیرامون کنترلر. خود کنترلرها هم بسته به پروسه کاری ما و فرایند کاری ما تنوع زیادی دارن، بسته به زبان برنامه نویسی ما همینطور تنوع زیادی دارن و میریم دستگاه رو روشن کنیم. یه سری توضیحات هم من بعد از روشن کردن دستگاه خدمتون ارائه بدم. تا انتهای ویدیو همراه من باشید. در ابتدا برق دستگاه رو وصل میکنیم از کلید پاور اصلی. چند لحظه صبر میکنیم درایورها و مجموعه برقی مدار کنترل دستگاه فعال بشن و برق به تمامشون برسه. بعد از اون میایم و کنترلر رو از این نقطه روشن میکنیم. کلید پاور آن. مجموع صدایی که به گوش میرسه صدای پمپ و موتور هیدرولیک دستگاه، صدای درایورهای موتورهای کنترل محورها هستش،
صدای یونیت برق و پاور دستگاه است و همینطور صدای کنترلر. این صدایی که الان میشنویم در اینی که دستگاه داره عملا کاری انجام نمیده، صدای اونا رو ما داریم میشنویم. صبر میکنیم تا بالا بیاد. این صفحه کنترلر ماه. همونطور که گفتم دستگاه CNC با استفاده از یک سری مختصات کار میکنن. برای مثال الان ما توی صفحه چیزی که میبینیم یک مختصات X که حرکت ابزارگیر و محور ابزار ما در جهت ارضی دستگاه و یک مختصات Z که حرکت مجموعه ابزار ما در جهت محور Z و محور طولی دستگاه است. همینطور یک سری پارامترهای دیگه روی صفحه دستگاه به ما نمایش داده میشه که حالا من الان به صورت تخصصی در مورد این موضوعات صحبت نمی کنم. توی یک ویدیو دیگه مفصل‌تر در مورد خود دستگاه تراش CNC صحبت خواهیم کرد. اما الان بریم توی خود بستر دستگاه و مجموعه ابزارهای داخل کابین رو ببینیم. یکی از موضوعاتی هم که دستگاه CNC رو برای ما مورد پسندتر و محبوبتر میکنه اینه که ما یک کابین ایزوله داریم. این کابین ایزوله به ما مزایای زیادی رو میده، ما را در مقابل اتفاقات ناگوار محافظت میکنه، از پرتاب شدن براده، پرتاب شدن قطعه، پاشش آب صابون جلوگیری میکنه. اصلی ترین موضوع که خود آب صابونه، ما توی دستگاه تراش دستی به دلیل اینکه محدودیت داریم و پاشش آب صابون باعث آلودگی محیط میشه، ما عملاً خیلی از مواقع از آب صابون استفاده نمی‌کنیم. اما تو این دستگاه به این علت که محیط بسته و ایزوله هستش، عملاً دیگه این محدودیت رو نداریم و ما میتونیم فوق‌العاده از آب صابون استفاده بکنیم، بهره ببریم. جلوگیری میکنه از فرسایش ابزارمون، داغ شدن قطعه و باعث بیشتر شدن راندمان کاری ماشین کاری ما میشه. حالا بریم داخل خود دستگاه رو ببینیم و یک سری توضیحات در مورد خود محیط دستگاه بهتون بدم. خب همونطور که براتون شرح دادم، تمامی فرآیندها و پارامترهای کاری ما توسط کامپیوتر و کنترلر دستگاه اداره میشه. چیزی که الان اینجا شما مشاهده میکنید اسپیندل و سه‌نظام ما هست، مجموعه مرغک ما هست، تارت و مجموعه ابزار ما هست. یکی از مزایای دستگاه CNC نسبت به دستگاه مانوال تعداد ابزار زیاد اون روی ابزارگیر و تارت مجموعه دستگاه هست. چیزی که الان شما مشاهده میکنید، ما چند تا ابزار برای توتراشی از مرغک، مته و ابزار داخل تراش روی تارت بسته داریم. یک ابزار برای روتراش، یک ابزار شیار و تعداد ابزار زیادی در مجموع میتونیم روش ببندیم. اگر الان من براتون تعویض ابزار رو انجام بدم، میبینید که تارت و مجموعه ابزار ما به صورت دورانی تعویض ابزار انجام میده. یک ابزار شیار، مرغک و به همین شکل تمامی ابزارهای ما جایگزین میشن و من اگر مجدد یک ابزار دیگر رو فراخوانی کنم، از روی کامپیوتر میتونم فراخوانی کنم و ابزار شماره یکی که من خواستم رو برای من بیاره. این الان تیغچه شماره یک من هست که برای روتراشی ازش استفاده میکنم. موضوع بعدی جابجایی محورها. ما برای حرکت طولی دیگه هیچ فرمان و ورنیه‌ای نداریم. البته از این ورنیه ما میتونیم استفاده داشته باشیم و به صورت دستی محورها رو جابجا کنیم. الان اگر من بذارم روی حالت ورنیه و روی حالت هندویل، میبینید که اگر من توی جهت محور Z ورنیه رو فعال کنم، دستگاه رو میتونیم به صورت دستی، میبینید که مختصات ما هم داره جابجا میشه. همینطور به صورت خرگوشی ما میتونیم محور رو جابجا کنیم که حالا این صورت خرگوشی قابل افزایش و کاهش هم هست. این شد حرکت محور Z و محور طولی ما. میبینید که تفاوت این دستگاه با دستگاه مانوال توی بستر هم هست. ما بستر تحت زاویه داریم و تارت ما در تحت زاویه داره حرکتی رو انجام میده. اگر من یک مقدار جابجاش کنم قابل رؤیت باشه برای شما، میبینی که تارت ما و مجموعه ابزار ما تحت زاویه حرکت میکنه.
پس این شد تفاوت دوم. تفاوت سوم هم کلا ما الان تارت و مجموعه ابزار ما جهت مقابل ما، با این تفاوت که توی تراش های دستی و تراش های منوال ما ابزارگیر و ساپورت فوقانی ما در جهت اپراتور بود و سمت ما بود، اما توی این دستگاه در جهت خلاف ما قرار گرفته، محور تحت زاویه مجموعه ساپورت اون سمت و تارت هم دورانی و به تعداد 8 ابزار ما میتونیم ابزار روش نصب کنیم. اینم برگشت به مرحله اول. تفاوت بعدی که دستگاه CNC های تراش نسبت به دستگاه منوال دارن اینه که ما مجموعه مرغکمون به صورت دستی جابجا میشه در موقعیت خودش، اما خود گلوی مرغک به صورت هیدرولیک عمل میکنه و خارج میشه. خواهید دید که به این شکل گلوی مرغک ما هم به صورت هیدرولیک از جاش خارج میشه. مجدد نگهش میدارم و برش میگردونم. پس این شد تفاوت بعدی توی این دستگاه، ما گلویمون هم به صورت هیدرولیک است. علاوه بر اون فک‌های سه نظام ما هم به صورت هیدرولیک عمل میکنه به این شکل. اگر مشخص باشه فک‌ها یک گپ 2 تا 3 میلیمتری رو به صورت هیدرولیک حرکت میکنن و ادامه مسیر رو ما برای تنظیم کردن فک‌ها باید پیچاشو باز کنیم و روی کشویی زیرینش جابجاش کنیم. این موضوع باز تخصصی موکولش میکنم به ویدیوهای مختص تراش CNC. پاشش آب صابون رو داریم، شلنگ آب صابون اینجا اگر که داخل کادر قرار بگیره، شلنگ آب صابون رو داریم برای پاشش آب صابون روی سطح قطعه. اما توی بعضی از دستگاه تراش CNC به جای اون موقعیت ما روی تارت آب صابون رو میبینیم که پاشیده میشه روی ابزار. بسته به نوع دستگاه این موضوع متفاوته. این شد تفاوت‌های اصلی دستگاه ما. پس نظام ما هم شد به صورت هیدرولیک، باز و بستش مرغکمون هیدرولیک، تارت هم با یه مکانیزم هیدرولیک تعویض ابزار رو برای ما انجام میده. چند تا موضوع دیگر هم اگر بخوام بگم، ما شماره ابزار داریم که توی برنامه‌مون میتونیم فراخوانیش کنیم. محورهای ما رو اینجا توی این نمونه از دستگاه اگر من مجدد ابزار 1 رو فراخوانی کنم، مسائل دیگه هم میتونم براتون قید کنم. اینه که ما توی فرایند ماشینکاری CNC برای ابزار یه نقطه مختصات رو به عنوان نقطه 0 در نظر میگیریم و اینجا X و Z مون رو 0 تعیین میکنیم توی اون نقطه و برنامه‌مون رو بر مبنای همون نقطه نوشتیم و آماده کردیم و بعد از اون دستگاه با شناختن همون نقطه میره و ماشینکاری ما رو انجام میده. پس این X و Z ما برای این کار استفاده میشه. مسئله بعدی ما اینجا شماره میبینید، شماره ابزار T01. ما ابزارگیرمون شماره بندی داره و با استفاده از این شماره ها ابزارامون رو میتونیم فراخوانی کنیم. مثلا من ابزار T03 رو که یک ابزار شیاره است رو فراخوانی میکنم، میبینید که میره و ابزار شماره 3 رو میاره. مجدد اگر ابزار T01 که همون ابزار روتراشمون هستش رو فراخوانی کنم، میره و مجدد به همون ابزار برمیگرده. مسائل دیگه هم هست که ما میتونیم برنامه نویسی هامون رو همینجا هم به صورت دستی انجام بدیم تا حدی. مجموعه برنامه‌مون رو می‌بینیم که اینجا به ما نمایش میده. حالت‌های کاری متنوع، فیدریت ها رو داریم، کلید روشن کردن آب صابون رو داریم، یک سری اینا تمامی اینها بسته به نوع و عملکرد دستگاه میتونه تعویض بشه و متفاوت باشه. 3 تا کلید رو داریم برای تعریف به صورت دستی و اینا رو ما میتونیم ثبت کنیم بسته به نیازمون داخل برنامه. و هندویل رو هم که خدمتتون توضیح دادم. محورهای ما رو میتونیم با این ابزار جابجا کنیم که در جهت X همینطور. میبینید که X مون هم تغییر میکنه. میریم مجدد روی حالت منوال و هندویل رو لغو میکنیم. دیگه الان هندویلمون کار نمیکنه. همینطور برای روشن کردن اسپینر من یه برنامه دستی می نویسم M03S500 G04
X4 M05 MC. من الان یک برنامه برای دستگاه به صورت دستی نوشتم که در ابتدا فرمان دادم G54 جدول G54 رو برای من فراخوانی کنه. بعد از اون دستور دادم اسپیندل من به صورت ساعتگرد با سرعت 500 گردش کنه. G04 این فرمان ها رو میگم، اینا رو بعد توی یک ویدیو دیگه مفصلا توضیح بدم. G04 X4 4 ثانیه توقف کنه، M05 خاموش کردن اسپیندل و MC اتمام برنامه. میگم اینا پارامترها رو باید شما مطالعه داشته باشید که اینا رو تک به تک بتونید متوجه بشید. الان من یک فرمان روشن شدن سه نظام، 4 ثانیه گردش و بعد از اون خاموش شدن و پایان برنامه. من استارت میکنم برنامه رو. سه نظام روشن شد، مدت زمان 4 ثانیه رو گردش میکنه و خاموش شد. این خطوط برنامه اینجا اجرا شد. من مجدد اگر اجراش کنم خط به خط میتونید برنامه رو ببینید. 4 ثانیه توقف، M05 MC. برنامه من اجرا شدش و به صورت دستی هم میتونید از اینجا اسپیندل رو روشن کنید. این رو حالت منوال از اینجا اسپیندل رو من روشن میکنم. از بابت این دوتا هم این ولوم برای سرعت اسپیندل که بر مبنای صدم ما میتونیم سرعت اسپیندل رو تنظیم کنیم. میبینید که اینجا زده S500 100%. اگر این رو بیارم 90 میشه 90. الان مثلا آوردم رو 50%، در عمل 50% میزان S500ی که 500 RPM کسی نوشتم رو داره اجرا میکنه، میشه 250 دور الان میزنه و همینطور 150% میشه 750. من بهش دادم رو داره گردش میکنه. خاموش کردن اسپیندل و همین مسائل. و این هم کلیاتی در مورد کنترلر و مجموعه اجزای داخل دستگاه. دستگاه رو هم خاموش میکنیم. خب این بود ویدئوی امروزمون. سعی کردم تمامی مفاهیم یا اکثرش رو به صورت شفاف و ساده بیان کنم طوری که همه متوجه بشن. امیدوارم سرتون رو به درد نیاورده باشم. در ادامه یک ویدئوی تخصصی در مورد تراش CNC و عملکرد تراشکاری CNC براتون ضبط خواهم کرد. ویدئو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، نظرتون رو داخل کامنت به من بگید و ممنون که تا اینجای ویدئو همراهی کردید. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.